دهها چاروای ساکنان در دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخار منطقه هممرز با ولایت تخار افغانستان گم شده است. به قول ساکنان دهه، ناپدید شوی سرتاسری چاروای ساکنان طول یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. آنها تخمین میزنند که شاید چاروا را به آن سوی مرز به افغانستان بردند. فقط در یک شب 5 گاو گلبهار آرای و ساکنی دهه کاکل غیب زده است. وگای میریم که گواه نیستن. در این نزدیکی نمی پیش خونه قریب خونه پرزیدنتی بود. همونجا وگای گم شد. سحری تا شب کفتیم نیافتیم، سحری میریم با نیست، باش سحری میشنویم که 3 اسب دیگه هم نیست. گمشوی سرتاسری چاروا ساکنان دهه کاکل را شگفت زده و باعث به خروج مریضی های فشار بلندی و قلب کرده است. اکثر آنها میگویند جستجوی چاروا هیچ نتیجه نداده است و برای پیدا کردن به مقامات مراجعت کردند. 11 تا یک گم شد، با یک قپاش 13 تا بود، یک تاش هم درون گرانست بوده و گرفتیم یکی اینا درزوی. درآمد ساکنان دهه کاکل اساساً از چاروا پروری است. شماری از آنها به کلی از این منبع درآمد محروم شدند. همین طور 6 گاو گلبهار دولت و ساکنی دهه کاکل نیز به طور اسرارآمیز غیب زده است. روزی 5 دکبر گاوی که اول گم شدن 6 سر گاوی کلان ماده، گاوی که مثال من زندگی ما حسابی هموا پیش می بردم، ای نیمی شو مقصد بردن کجا بردنشان نمیدونم. اکا آدمایی که گاوی ورم بردن و میگن که هم بس سنی افغانستان بردن، سیمخورای بریدگی، افغانای دیدگی همه را با این روز 1 ینور با 2 گاوی ماندگی دیگه شان بردن. ای درونی خونه 2 درهوی کردن و 2 گاوی دیگر هم بردن. ساکنان میگویند که چند دفعه به مقامات انتظامی ناحیه فرخار مراجعت کردند اما هنوز نتیجه نیست. آنها پی سیمخوارهای بریده مرزی را به مقامات نشان دادند. اما به قول ساکنان مقامات هنوز در پی تحقیق نیستند. ادعایی که رئیس ناحیه فرخار آن را رد میکند. مقامات های مسئله خیلی کاربری کرده سودیان اساسی واقعی ندارد این دستشان. بعد از اونه که مقامات معین کردن باید یک اخبارات مشخص پیشنهاد میشه. قدرت و مقامات همش کاربری کرده سودیان یکم خیلی اون رپوی کسگیشون اساس ندارد. به گفته ساکنان طول بیش از 1 ماه حدود 100 چاروا اساساً گاو و اسب و مال میده از دهه کاکل را ربودند. هراس آنها بیشتر از آن است که چاروایشان را از داخلی منزل و از عاقلخانه ها می ربایند و باور دارند که این گمشوی تصادفی چاروا نیست.